أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ای خالقی هر دو جهان، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من، دانای اسرار نهان، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من. روز و شبم در فکر تو، گویم ثنا و شکر تو، گویم ثنا و شکر تو. ای مونس من ذکر تو، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من. تشفی قرار ماتم غمت، کوه مناجاتم غمت، کوه مناجاتم غمت. قاضی حاجاتم غمت، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من. صوم و صلاتم یاد تو، صبر و ثباتم یاد تو، صبر و ثباتم یاد تو. حج و زکاتم یاد تو، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من. ذکرت بود ایمانی من، فکرت بود بستانی من، فکرت بود بستانی من. همراه و هم ریحانی من، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من. مولای من، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من، مولای من. وصلی الله على نوری کزو شد نورها پیدا. وصلی الله على نوری کزو شد نورها پیدا. زمین از حلم او ساکت، فلک از عشق او شیدا. زمین از حلم او ساکت، فلک از عشق او شیدا. از او در هر تن شوقه، از او در هر دل ذوقه، از او در هر تن شوقه، از او در هر دل ذوقه، از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا، از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا. منور عالم از رویش، معطر خلد و بازویش، منور عالم از رویش، معطر خلد و بازویش. معنبر هر دو گیسویش، دو زلفین شبیه‌اند. معنبر هر دو گیسویش، دو زلفین شبیه‌اند. محمد احمد و محمود که وی را خالقش بستان. محمد احمد و محمود
محمود که وی را خالقش بستود. از او شد بود هر موجود، از او شد دیده ها بینا. از او شد بود هر موجود، از او شد دیده ها بینا. اگر نامی محمد را نیاوردی شفع آدم، اگر نامی محمد را نیاوردی شفع آدم، نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا. نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا. نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و حشمت. نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و حشمت. نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را یدی بیضا. نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را یدی بیضا. ز سر سینه اش جامی ألم نشرح لك برخا. ز سر سینه‌اش جامی ألم نشرح لك برخا. ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذي أسرى. ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذي أسرى. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. به من دردی دل افشا کن، مدوا کردنش با من. به من گو حاجتی خود را اجابت میکنم آنی. به من گو حاجتی خود را اجابت میکنم آنی. طلب کن هر چی میخواهی که پیدا کردنش با من. طلب کن هر چی میخواهی که پیدا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلیدی استجابت را. اگر گم کرده ای دل کلیدی استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. چو خوردی روزی امروز تو ما را شکر نعمت گو. چو خوردی روزی امروز تو ما را شکر نعمت گو. غمی فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. غمی فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. بریزان قطره اشک که من هستم خریدارش. بریزان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر عمر گناه کردی مشو نوم تو از رحمت. اگر عمر گناه کردی مشو نوم تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. فدای
که او گشته باعث ایمان من. فدای محمد دل و جان من که او گشته باعث ایمان من. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. به من سرور است و به من سرفراز، به این سرفراز کنم من ناز. به من سرور است و به من سرفراز، به این سرفراز کنم من ناز. همه روز من روز مولود اوست، همه شکر او و معبود اوست. همه روز من روز مولود اوست، همه شکر او و معبود اوست. تو گویی که مولود و بدعت بود، کسی داردش اهل زیلت بود. تو گویی که مولود و بدعت بود، کسی داردش اهل ذلت بود. اگر این چنین است و دعوای تو، بگویم به هر دو جهان وای تو. اگر این چنین است و دعوای تو، بگویم به هر دو جهان وای تو. تو از اهل عرفان و حکمت نهی، تو از اهل عرفان و حکمت نهی، نه از اهل دین و بلکه امت نهی. فدای محمد دل و جان من که او گشته باعث ایمان من. فدای محمد دل و جان من که او گشته باعث ایمان من. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امری به معروف و نهی از منکر، ثواب ثمره نعت‌های پرسود و گدازی که در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم خونده شد بر روح پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بر روح جمیع مجتهدین محدثین مفسرین برسانید، بر روحانیت اهل گذشتگان این مقام منزل، پدر و بابا و بی و اجدادانی که گذشتن. امید دعا و فاتحه دارم پروردگارا به روحانیتشان رسانده بگردانید. پروردگارا به برکات این امر معروف و نهی منکر، به برکات این نظم‌ها تلاوت‌های قرآن پروردگارا این توی مبارک بگردانید. شاه عروس عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا بفرمایید. پروردگارا فرزندای صالح صالحه، عالم و عالمه و عابد و عابده، حافظای قرآن نصیب روزشان بگردانید. در کسب کار عمر جانشان برکات عطا بفرمایید و الله ذوالجلال شاه عروس بخت سعادت نصیب روزی بگردانید. اهل جمع ما را پروردگارا توفیق، هدایت، سربلندی، تنصیحتی و الله ذوالجلال هدایت مون بفرمایید و تا زمانی که نفس میکشیم پروردگارا محبت خودت را، محبت ایمان و اسلام و قرآن را همراه ما پروردگارا دای ما برقرار کنید و الله ذوالجلال از وسوسه، از فتنه ها در حفظ حمایت نگهبان باشید.
الله ذوالجلال اسلام و مسلمین را در تمام کره زمین غالب و پیروز بیارد. اللهم اسألنا عفو و العافیت و المعافات فی الدین و دنیا و اهل و مال و آخر. اللهم یا محول الحال و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال برحمتك. کنوی هستن که همین سلام بدعت های جوابشان واجب نمیشه. در کتاب فقه ولی نه موضوع اومده است از جمله اونا مسجد، از جمله طهارت خانه، حاجت خانه، حمام. یاد مثلا که سلام گفتن مکروه است. یاد بله وقتی که صحبت رفته است بله این حالت رو باید که سلام نترکش کرد. اگر ما بودو کسی هم سلام داد جواب او واجب نمیشه. برای در غیر موضوعش گفت سلام کرد. خدا حفظ. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. پروردگارا اجر ثواب ختم را که حتی شه غالب شو کرده است. شو به حال شه بچه‌ای که برای روزی تویش ختم قرآن میکنه. انشالله خداوند در جانشان برکت میکنه، در مالشان برکت میکنه، در خاندانشان برکت عطاش میکنه. پروردگار همچنین ثواب خیلی صاحبای خاندان ایلان و طعامایی را که به خاطر خشنودی و رضای الله و خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده کردند و درگاه بی‌نیازت قبول فرمایید و در نامه اعمال صاحبای خیر نوشته گردید. و پروردگار ارواح گذشته‌هاشون رحمت و مغفرت کرد. اونایی را که امید دعا دارند از برادر ما عبدالکریم جان و اهل این خاندان و برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند پروردگار و رحمت و مغفرت شون کرد. در بحبوحه جنت مستقر شون کرد. خدایا فیض و فتوحات و برکات خویش را در این خاندان و در این محله و در این دیار نازل فرما. پروردگار و عاقبت کارامون به خیر بده. خداوند و برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند با همه خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان و نوه‌هاشون برسون. پروردگار ایشان قاری ما را از جميع بلا و آفات نگهبان باشه، در هر جایی باشه در حفظ امان نگه دار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین. آمین.